به همین دلیل باید گفت که میان سختی و انحراف تفاوت زیادی وجود داره، چرا که انحراف برای مؤمنین نیست و سختی برای اونا مقدر شده. به نظر شما میشه با جن ازدواج کرد؟ تو کامنت ها جوابتون رو بگید. ظاهرا اصل ازدواج با جن ممکنه. درباره ازدواج جن با انسان علما مطالبی بیان کردن که برگرفته از روایات و مطالب دینیه. به عنوان مثال آیت الله بهجت در پاسخ به سوال اینکه آیا ازدواج دختر با جن جایزه میگه به دلیل اینکه احتمال ایجاد فتنه و درگیری وجود داره، خطرناکه، بهتر است از این کار پرهیز بشه. حتی اگه این کار مجاز باشه بهتره به صورتی ازدواج موقت انجام بشه یا اینکه شرطی قرار داده شه که اختیار طلاق در دست دختر باشه. خداوند در سوره الرحمن می‌فرماید در آن بهشت‌ها زنانی هستند که فقط به همسرانشان عشق می‌ورزند و پیش از آن دست هیچ انس و جنی به آنان نرسیده. از این آیه میشه دریافت که شکل تولد و تولید نسل جنیان هم مثل انسان‌ها هستش. به این شکل میشه گفت ابلیس هم از طایفه جن‌ها هستش. فرزندان خودش رو از طریق ازدواج با زنان جن به دنیا می آورد. شیخ عمادالدین یکی از موانع ازدواج رو اختلاف جنس دونسته و میگه جایز نیست آدمی زن جنی بگیره، چون خداوند فرمود و از نشانه‌های قدرت او این است که برای شما از جنس خودتان همسرانی آفرید تا در کنارشان آرامش یابید و در میان شما دوستی و مهربانی قرار داد. یقینا در این کار شگفت‌انگیز نشانه‌هایی است برای مردمی که می‌اندیشند. درباره اصل امکان دیدن و رابطه انسان با جن هم میشه گفت چنین چیزی کاملا ممکنه. جنها موجوداتی هستند که دارای شعور و فیزیکی غیر ارگانیک و از دیدگاه ادیان از لحاظ شأن وجودی در مرتبه پایینتر از انسان و بالاتر از حیوانات قرار دارند. تو فرهنگستان فارسی معنی دیو به جن دادن و تو فرهنگستان عرب جن بهش گفته میشه و همچنین تو فرهنگ لاتین دیمون یا جین معرفی شده. در کل معنای واحدی که به جن داده شده پوشیده و مخفی بودن اون از حواس ما هستش. جنها قابلیت زندگی کردن رو دارن و به خاطر همینه که جن به خانه و مسکن احتیاجی نداره، چرا که سرما و گرما و همچنین بوران روی جن تأثیری نداره. وسایل حمل و نقل برای اجنه نیاز نیستش. بنابراین از این موضوع میشه فهمید که نیاز به شهر و کاشانه‌ای ندارن و دارای تکنولوژی و صنعت نیستن. مثل همه جاندارای دیگه هم اجنه غذا میخورن، اما مقدار اون خیلی کمتر از مقداریه که انسان‌ها مصرف میکنن. جن‌ها مثل انسان‌ها دارای جنسیت مرد و زن هستن و قابلیت تولید مثل رو دارن و همچنین میتونن تشکیل خانواده بدن و به صورت جماعت زندگی کنن، اما جامعه‌ای ندارن. از دیدگاه انسان‌ها خصوصیت فیزیکی اجنه خیلی عجیبه. به دلیل نداشتن عنصر خاک، عنصر اصلی وجود جن آتیش هستش و با این حال به هر شکل و اندازه‌ای که بخوان تبدیل میشن. اونا قدرت جابجایی هر چیزی رو توی یه لحظه دارن و همچنین سرعت نقل مکان اونا خیلی سریعه. با وجود اینکه جن دارای عقل و شعوره، اما نمیشه گفت که عقل فلسفی یا هنری و یا ابزارساز داره. به طور کلی میشه گفت که عقل جن فقط خلاصه شده در این که بتونه امور روزمره و یا همون عقل معاش رو ارزیابی کنه و همچنین هوش و قوه تشخیص برای یافتن گذشته و آینده و خوندن فکر رو دارن. مثل انسان‌ها برای جن‌ها هم نامگذاری وجود داره و اونا دارای اسم، فامیلی و زبان و رسم خاص هستن و قادر به فهمیدن زبان آدمیان بوده و قدرت تکلم دارن. در شرایط خاصی انسان قادر به تسخیر جن هستش و در شرایط خاص دیگه‌ای جن توانایی تسخیر انسان رو داره. انسانی که تسخیر شده دیوانه، مجنون، دیوزده معرفی میشه، اما جن تسخیر شده رو موکل میگن. اجنه به چند دسته تقسیم شدن: یک دیو، دو جن، سه پری که از لحاظ مکانی زیر دست فرشته ها هستن. طول عمر جنها نسبت به انسانها زیاده و حدود 1000 سال به بالا تخمین زده شده. همون جنهایی که تو سوره جن از اونا یاد شده و با شنیدن اولین آیات قرآن رو سر هم خراب شدن، شاید هنوز هم که هنوزه زنده باشن. جنها مثل انسانها دارای فرمانده و فرمانبردار، کافر و متدین، دانا و نادان، ارباب و بنده هستند. زمانی که اجنه میمیرن و از بین میرن دیگه هیچ احتیاجی به گورستان و قبر ندارن.
با وجود اینکه جنیان به چشم دیده نمیشن، اما مثل امواج ماهواره‌ای و رادیویی همیشه با ما حاضر هستند. بعضی از اونا به واسطه بدن شخصیت‌های ضعیف تو خونه‌ها در حال رفت و آمد هستند و برای دور کردن این جن‌های مزاحم کافیه که 4 آیه از قرآن رو که با قل شروع میشه بخونید و یا تو خونه آویزون کنید. بعضی از ما در دیدگاه جن‌ها به شکل همزاد به نظر میرسیم و اونا به ما علاقه دارن و کمک زیادی به ما میکنن و علاقه خیلی زیادی به جواهرات ما، مخصوصا انگشترهای نگیندار عقیق که روی اونا آیاتی از قرآن حک شده دارن. اونا اگه با ما صحبتی داشته باشن، دلسوزی خودشون رو بیشتر تو حاضر شدن تو خوابای ما نشون میدن. بیشتر جنها خدمتگزار ارواح اولیا بوده و کمک حال انسانها هستن، اما خیلی دیگه از اونا مثل بقیه آدما اهل شیطنت هستن و اکثر اونا ضرری به دیگران نمیرسونن و مثل ما درگیر این دنیا و تقدیر خودشون هستن.